خیلی کوتاه میخوام روش ریل تایم رندرینگ رو براتون توضیح بدم. امیدوارم که به دردتون بخوره و بتونید توی پروژه‌های آیندهتون ازش استفاده کنید. حتما میدونید که در حال حاضر و حالا از قبل پروژه‌هایی که ما ارائه میدیم به کارفرما با روش 3D رندرینگ و یا حالا بحث انیمیشن. توی این روش 3D رندرینگ خب شما یک عکسی رو به یک کارفرما تحویل میدین و ممکنه اون دید واضحی از آینده نداشته باشه نسبت به سازه و برای هر رندر هم ممکنه ساعت‌ها زمان بذارید که بخواید یک تک فریم رندر بگیرید و به کارفرما ارائه بدید. و اگر بخواید اونو اصلاحش کنید و اگر کارفرما اومده به فرض رنگ‌ها رو تغییر داده، متریال‌ها رو تغییر داده، فرنیچرها رو تغییر داده، اونم مستلزم اینه که شما دوباره یه زمان جدیدی رو صرف کنی و بخوای یک فایل جدیدی رو ارائه بدی به کارفرما. ولی با روش ریل تایم رندرینگ این پروسه خیلی سریع اتفاق میفته. یعنی شما تو لحظه میتونی همه آبجکت ها، متریال ها، رنگ ها، همه چیز رو واسه کارفرما تغییر بدی و این پروسه طراحی تا اجرا خیلی سریع اتفاق میفته. همه چی در ریل تایم اتفاق میفته و توی این روش کارفرما میتونه واک ترو یا حرکت کنه توی سازش، میتونه همه جزئیات رو ببینه، میتونه در واقع یک تجربه زندگی داشته باشه قبل از اینکه بخواد سازش ساخته بشه و میتونه همه جزئیات رو در واقع حس کنه. حتی میتونید استایل طراحی هم واسش تغییر بدید. مثلا اگر حالا کلاسیک دوست داشت و خواست با مدرن مقایسه کنه، با روش ریل تایم رندرینگ تو لحظه میتونید این کار رو برای کارفرما در واقع انجام بدید. خروجی‌های مختلفی میتونید از آنریل انجین بگیرید یا همین سبک ریل تایم رندرینگ که میتونید در قالب یک ویدیو به کارفرما ارائه بدید، میتونید در قالب یک فایل اگزه به کارفرما ارائه بدید یا اینکه در قالب اندروید یا آی او اس که کارفرما خودش بتونه همه جزئیات رو تغییر بده، جزئیاتی که شما اعمال کردید از قبل به پروژه و در خواسته کارفرما بوده. و در نهایت هم میتونید از این عینک وی آر استفاده کنید و خروجی وی آر بگیرید از پروژه و کارفرما بتونه از این عینک استفاده کنه و کاملا خودش رو توی سازه آیندهش حس کنه. یکی از قابلیت‌های خیلی مؤثر دیگه‌ای هم داره اینه که شما میتونید برآورد لحظه‌ای بدید به کارفرما، به فرض نسبت به اون متریال هایی که انتخاب میکنه، اون آبجکت هایی که انتخاب میکنه، اون فرنیچر هایی که انتخاب میکنه، تو لحظه بهش برآورد لحظه‌ای بدید که مثلا به فرض کارفرما یک بودجه داره برای ساخت اون مکانش، اگر از فلان مبل با فلان برند استفاده کنه خب اینقدر باید هزینه بشه، اگر تو لحظه تغییر کنه ممکنه از اون بودجهش بزنه بالاتر، پس یعنی نمیتونه از اون استفاده کنه و این باعث میشه که همه چی خیلی سریع اتفاق بیفته. بسیار موثر برای اون اکیپ اجرایی که قراره در آینده تو اون سازه کار کنن، چون همه جزئیات رو شما میتونید در واقع به اونو نشون بدید و هر باگی که ممکنه در آینده توی پروسه اجرا وجود داشته باشه از قبل واسش برنامه‌ریزی کنید و هر شرایطی هم که قراره به وجود بیاد در آینده از همین الان جلوشو بگیرید. خوشحال میشم اگر کانالمو سابسکرایب کنید که در آینده بتونی از محتوای دیگه‌ای که در این زمینه و زمینه‌های مختلف تولید میشه رو ازش استفاده کنی. اگر تجربه‌ای هم در این زمینه داری حتما برام کامنت کن تا بتونیم یه تعامل خوبی رو با هم داشته باشیم.